محترم انجینر سید احمد شاه سادات فرزند سید ظاهر شاه سادات، معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و سرپرست این وزارت در سال 1971 میلادی در قریه قلعه شاهی ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار در خانواده سادات کنر تولد گردیده است. و تعلیمات ابتدایی خیش را در ولسوالی دره نور و دوره تعلیمات ثانوی خود را در لیسه سید جمال الدین افغان به پایان رسانیده است. بعداً در سال 1988 میلادی به انگلستان رفته و مدارک تحصیلی درجه لیسانس و ماستری خیش را در رشته انجینری الکترونیکی از پوهنتون‌های لندن و آکسفورد به دست آورده است. جناب احمد شاه سادات متخصص علوم مخابرات بوده و در این بخش 19 سال تجربه کاری دارد و در کشورهای مختلف جهان در شرکت‌های ذیل وظایف آتی را اجرا نموده است. ناتل نتورک در کشور انگلستان، موتورولا در کشور انگلستان، الکاتل لوسنت در کشور انگلستان، جرزی تلکام در جزیره جرزی دولت جرزی، آرامکوی سعودی در کشور عربستان سعودی، شرکت سعودی تلکام در کشور عربستان سعودی، ایتالیا تلکام در کشور ایتالیا، بیت اسپین در کشور اسپانیا، تلفونیکا در کشور اسپانیا، نورتل نتورک در کشور فرانسه، نتورک تلکام در کشور انگلستان، سویسکام در کشور سوئیس، کنترول سولوشن در کشور انگلستان، تکنولوژی التران در کشور انگلستان، وزارت مخابرات و اطلاع در کشور افغانستان، NCUS در ایالات متحده امریکا، افغانستان، نتورک یونایتد یوتیلیتی در کشور انگلستان، آریانا تلکام سولوشن در کشور انگلستان، وزارت اقتصاد افغانستان. همچنان جناب سادات منحیث منیجر رومینگ تکنیکی و بین المللی یکی از شرکت ها ایفای وظیفه نموده است. در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کشور به حیث مشاور ارشد تکنیکی، منحیث رئیس اداره تنظیم پروژه ها و عضو بورد اداره اطراح در کشور عزیز ما افغانستان اجرای وظیفه نموده است. همچنان منحیث مشاور ارشد در بخش هماهنگی پروژه های زیربنایی وزارت اقتصاد وظیفه اجرا نموده است. جناب سادات در انستیتوت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به طور افتخاری تدریس نموده و همچنان مقالات درباره مطالب مختلف نوشته است که در وبسایت های مختلف به نشر سپرده شده است.